أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال از بابهای صرفی دو باب را یا دو درس گرفتیم و حالا باشد درس ما و شما الباب الثالث، یعنی باب سیوم از 22 باب صرفی می باشد. پس نگاه میکنیم صاحب کتاب درباره باب سیوم برای ما و شما چی میگوید. میگوید که الباب الثالث، صحیفه سیوم. هر کسی که این کتاب را دارد در صحیفه سیوم میگوید الباب الثالث، یعنی که باب سیوم از 22 باب صرفی. و همچنین فراموش نکنیم که باب سیوم این از بابهای ثلاثی مجرد هستند، زیرا که 6 باب اول بابهای ثلاثی مجرد است. پس باب سیوم از 22 باب و همچنین باب سیوم از 3 باب ثلاثی مجرد، از 6 باب ثلاثی مجرد. اکنون میگوید وزنه فعل یفعل. دقت بتید، فقط عین باب را شما دقت بتید. فعل یفعل، فعل یفعل این باب سیوم است. پس ببینید فعل یفعل بگیم باب یکم می شود، نصر ینصرو. اگر بگیم فعل یفعل باب دوم می شود، ضرب یضربو. اگر بگیم فعل یفعل می شود باب سیوم به مثل فتح یفتحو. دقت دادید؟ پس فعل یفعل باب سیوم است و موزونش فتح یفتحو است، یعنی هموزن این فتح یفتحو است. فتح یعنی که کشاد. خب دقت بتید و علامته، نشانه باب سیوم. اکنون ما کلمه را دیدیم، از کجا میدونیم باب سیوم است؟ یا که یک چند کلمه بنویسیم به خاطر در ذهن ماندن. ببینید مثلا سأل، دقت بتید، سأل، سأل، یسأل، یسأل، یسأل. یا میتونم بگم مثال دیگر که قرأ، قرأ، یقرأ، یقرأ، یقرأ. اکنون دقت بتید، ما از کجا میدونیم که این کلمه ها از باب سیوم است؟ از باب فعل یفعل هست. صاحب کتاب میگوید و علامته، یعنی نشانه باب سیوم ان یکون عین فعله مفتوحا. میگوید که عین فعل را دقت بتید، میگوید مفتوح است. در فعل ماضی این عین است، مفتوح است. این ت عین باب است، مفتوح است. حمزه عین باب است، مفتوح است. ر عین باب است، مفتوح است. پس در فعل ماضی مفتوح بوده است عین باب. فعل، فتح، سأل، قرأ. دیدید در عین در فعل ماضی مفتوح است. والمضارع همچنین در فعل مضارع هم مفتوح است. ببینید عین، ببینید مفتوح است. عین باب ببینید مفتوح است. عین باب ببینید مفتوح است. یقرؤ در عین باب ببینید مفتوح است. پس ما دیدیم در فعل ماضی و در فعل مضارع عین باب مفتوح است، دانستیم که از باب سیوم است. اکنون فهمیدیم از باب چی است؟ از باب سیوم. خب و علامت ان یکون عین فعل مفتوحا فی الماضی والمضارع، یعنی در فعل ماضی و مضارع عین باب هر دوش مفتوح است، چطوری که در مثال هم شما دیده ایستادید. پس یادم بگوید که فتح یفتحو یا یفتحو غلط است، زیرا که فتح یفتحو از باب سیوم است، باید عین بابش فتحه بکنیم.
در فعل ماضی هم در فعل مضارع هم. یا بگه سأل یسئلو یا یسئلو غلط است، باید یسئلو بگد. عین باب باید فتحه باشه در فعل ماضی و در فعل مضارع. همچنین قرأ یقرأو، اگر یقرئو یا یقرؤو بگد، اگر این را غیر ر دیگر حرکت بتید غلط است، زیرا که از باب چی است؟ از باب سیوم. پس فتح یفتحو بر وزن فعل یفعلو از باب سیوم بوده است. لیکن فراموش نشود که باب سیوم شرط دارد. ما باب یکم رو خوندیم شرط نخوندیم، باب دوم رو باب نصر ینصرو یکم رو خوندیم شرط نبود، باب دوم ضرب یضرب شرط نداشت، لیکن باب سیوم فتح یفتحو شرط دارد. اکنون شرطش چی است؟ شرطش همین است که صاحب کتاب هم چنین میگه بشرط ان یکون عین فعله او لامه واحدا من حروف الحلق. میگوید که عین فعل یا لام فعل، یعنی دو تا اخیر یک تاش، از همین دو تا اخیر یک تا حرفش باید حرفای حلقی باشد. حرفای حلقی چند تا است در زبان عربی؟ 6 تا است. ببینید علی، همزه و ها و ح و خ و عین و غین. این 6 تا را میگن حرفای چی؟ حرفای حلقی. پس وقتی که ما از باب سیوم کلمه را که میگوییم عین بابش یا لام بابش یکی از این حرفا باید باشد. پس بیاید در مثالای نوشته ما ببینیم که حرف حلقی هسته یا نه. ببینید فتح، ح حرف حلق است، در اینجا ببینید ح حرف حلق است. پس فتح از باب چی است؟ سیوم است. یا سأل، ببینید همزه حرف حلق است، پس سأل از باب چی است؟ از باب سیوم، زیرا که عین باب حرف حلق است. یا قرأ، ببینید همزه همچنین قرأ، لام باب حرف حلق است، پس این قرأ از باب چی است؟ سیوم است. دیدید؟ یعنی که هر کلمه را ما دیدیم وقتی میگویم از باب سیوم است باید یکی از آن همین دو حرف اخیرش حرف حلق باشد. اگر حرف حلق نباشد اون از باب سیوم نیست. دقت دادید؟ لیکن فراموش نشود که هر فعل را دیدید که این حرف عینش یا لامش حرف حلق است، شما نگوید که از باب سیوم است، اما از باب سیوم گفتید باید همین چیزها باشد. اما هر حرف را دیدید که دوم یا سیومش حرف حلق است، نگوید حتما از باب سیوم است. دقت بتید، یعنی از باب سیوم گفتن باید حرف حلق داشته باشد. نه که بعضی کلمه های هست که حرف حلقی دارن لیکن از باب سیوم نیستن، از باب سیوم نمی باشن. از این حساب این نازکی را دقت بتید. وقتی که ما هر کلمه را باب سیوم میگوییم باید چی باشد؟ از دوم حرفش یا سیوم، یعنی عین باب یا لام باب حرفای حلقی باشد، چطوری که در اینجا شما دیده ایستادید. پس صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که الحاء و الخاء، اکنون حرفای حلقی را بیان میکند. میگوید و هی سیتتون، و حرفای حلقی 6 تا است. یکمش ها، دومش خا، سومش عین، چهارمش غین، پنجمش همزه و ها و ششمش همزه. یعنی که ترتیب را دیگر طریق آورده مشکل ندارد. الفون ها، ها و خا، عین و غین، هر طریقی که از یاد میکنید پس بدانید که این 6 حرف حرفای حلقی می باشد. و بناؤه، اکنون این فعل هایی که باب سیوم فعل هاش بناش برای چی است؟ یعنی برای چی ساخته شدگی است؟ میگوید که و بناؤه ایضا للتعدیه غالبا، به مثل هم گذشته است، غالبا متعدی می آید. و قد یکون لازما، لیکن گاه وقتم لازم می آید. پس باب یکم و دوم و سیوم بیناشون یک خیل است، غالبا متعدی است و گاه لازم می آید. اکنون مثالش برای و میگد که مثال متعدی، مثال متعدی چی است؟ مثال متعدی را می آورد، میگوید که فتح، ببینید فتح
فتح زید الباب. فتح زید الباب. دقت دادید؟ فتح زید الباب. اکنون این فعل چی است؟ متعدی است. فتح فعل، زیدون فاعل، بابا مفعول به. متعدی گفتیم همون قاعده ای که باید از یاد بداند هر یک طالب علم، هو ما يتجاوز الفاعل الى المفعول به. متعدی فعل است که فاعل را میگذرد و به مفعول به میارد. ببینید مفعول به دارد. اما لازم چی؟ و مثال لازمی، مثال لازم به مثل ذهب زیدون. ببینید ذهب زیدون. ذهب فعل لازم است. برای چی؟ به خاطر اینکه مفعول به ندارد. هو ما لم يتجاوز الفاعل الى المفعول به. فعل لازم مفعول به ندارد. فاعل را گذاشته مفعول به مثل فعل متعدی نیست. مفعول به ندارد، بل وقع فی نفسه، بلکه رفتن در بالای خود زید واقع شدگی است. ببینید فتح کشاد، کشاد زید در را. اکنون کشادن در بالای کی واقع شد؟ در بالای در. یعنی چی هوی شد؟ در هوی شد. اکنون رفت زید، رونده کی است؟ زید خودش است. پس در اینجا مفعول به ندارد، این را فعل لازم میگیم. این مفعول به دارد، فعل چیزش میگیم؟ فعل متعدی. پس بنای باب سیوم و مثل دو باب اول غالبا متعدی و گاه لازم هم می آمده است. پس این هست مثال هایش. اکنون بعد از این اعرابش است. اعراب این مثال ها که فتح فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، الباب مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. اکنون این تحلیل مثال یکم. مثال دوم ذهب فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. اکنون تحلیل این دو جمله. با این درس باب سیوم به آخر رسید. لیکن در اینجا یک قاعده کوتاهی که بنده در کتاب جا کردگی هستم، بیاید اون قاعده را دقت میتیم. اکنون درس‌های گذشته و باب‌های گذشته را همچنین به سمع شما و به سمع ما و شما میآرد. چی میگوید؟ ببینید میگوید که فعل یفعل. دقت بتید اکنون شما که این مسئله بسیار مسئله مهم است. این فعل فعل ماضی است. فعل فعل ماضی است. در مضارع به سه قسم تقسیم می شود. دقت بتید. یکم، دوم، سیوم. دیدید؟ فعل فعل مضارعش سه نمود بوده است. یکم، دقت بتید، این مثال های این باب ها هست. دقت بتید. اکنون حرکت های اینها برای ما بسیار مهم است. از این حساب است که بعضی ها غلط در خواندن عربی میکنند به خاطر ندانستن باب ها. ببینید فعل باب یکم، این باب یکم است. باب یکم چی است؟ یفعلو نصر ینصرو. باب دوم فعل یفعلو. باب چندمه؟ باب دوم. این باب یکم، اینه چی؟ باب دوم. و باب سیوم فعل یفعلو. ببینید فعل یفعلو، این باب سیوم است. اکنون دقت دادید، اهمیت بتید که باب یکم یگان شرط ندارد، به شرط است. باب دوم شرط ندارد، باب سیوم شرط دارد. شرطش همین است که عین باب یا لام باب از حرفای حلقی باشد. حلقا یا می نویسیمش که حروف الحلقا، حروف الحلق. ببینید باید از حرفای چی باشد؟ از حرفای حلق، حرفای حلقی.
از حرفای حلقی باید این داشته باشد. دیدید؟ این شرط دارد. باب سیوم شرط دارد. اما باب یکم و دوم چطوری که خواندیم یگان شرط نداشت. یگان شرط نداشت. لیکن باب سیوم شرط دارد. شرطش این است که عین باب یا لام باب از حرفای حلقی باشد. از حرفای چی باشد؟ از حرفای حلقی. پس در همین جا در آخر این باب سیوم بنده همین را آوردگی است. فعل یفعل. فعل یفعل شرط ندارد. فعل یفعل شرط ندارد. اما را گفتگی هستم که فعل یفعل و فعل یفعل بلا قید ولا شرط. این هر دینها قید شرط نیست، یگان چیز ندارد. لیکن فعل یفعل، اما فعل یفعل لابد له من شرط. فعل یفعل باید، یعنی لابد له من شرط، شرط دارد، به شرط نیست، شرط دارد. ان یکون عین فعله او لامه واحدا من حروف الحلق. عین فعل یا لام فعل، یعنی عین فعل یا لام فعل یکی از حرفای حلقی باید باشد. چطور گفتیم حرفای حلقی چی است؟ همزه هست، یکم، دوم ها است، سیوم ح است، چهارم خ است، پنجم عین است، ششم غین است. یکی از همین حرفا باید در عین یا در لام فعل باید باشد. اگر که نباشد پس ما نمیتونیم اون کلمه را بگوییم که از باب سیوم است. اون کلمه را ما حکم از باب سیوم کرده نمیتوانیم. پس این بود باب سیوم از باب‌های صرفی، از 22 باب صرفی. با همین ما و شما 3 باب را از باب ثلاثی مجرد، از 6 باب ثلاثی مجرد با آخر رسانیدیم و درس سیوم ما و شما. اکنون بیایید از این گفته هایمان عرب گفتیم 12 چیز اشتقاق میکنه. اکنون از فتح یفتحو این 12 چیز چخیل اشتقاق کرده می شود. اینها را باید هر یک طالب علم زیاد بنویسد تا اینکه در ذهنش بنشیند. فتح فعل ماضیش خودی فتح است. فتح، ببینید فتح. فعل مضارعش یفتح، یفتح. اسم فاعلش بر وزن فاعل میاد فاتح، فاتح. اسم مفعولش می شود مفتوح. اسم مفعولش می شود مفتوح. فعل جهدش می شود لم یفتح. فعل جهد می شود لم یفتح. فعل نفیش می شود لا یفتح، لا یفتح. فعل چی است؟ فعل جهد لا یفتح. امر می شود افتح، افتح یعنی بکشا، افتح. و نهی می شود لا تفتح، لا تفتح. اسم زمان و اسم مکانش هر دینها با یک وزن می آید، می شود مفتح، مفتح. اسم زمان و مکان. و اسم آلتش می شود مفتاح بر وزن مفعال، مفتاح، مفتاح اسم آلت. اسم تفضیلش می شود افتح، افتح. ببینید افتح اسم چیه؟ اسم تفضیل. پس این هست اون 12 چیزی که ما و شما از مصدر می گرفتیم. همچنین میگیم مفتحون مصدری میمی هست. مصدری میمی همچنین می شود مفتحون، زیرا که از غیر باب یفعلو است. از غیر باب یفعلو یعنی از باب دوم نباشد درس گذشته. پس مفتحون اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی بر یک وزن می آید. خب اکنون فعل ماضی 14 صیغه معلوم، 14 صیغه مجهول دارد. این را بگویید. فتح 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 تا آخرش، یا یفتح یفتحان، فتح فتح فتحو تا آخرش همچنین معلوم مجهول شه. یفتح همچنین 14 صیغه دارد معلوم و 14 صیغه مجهول. یفتح یفتحان یفتحون. فاتح 6 صیغه، مفتوح 6 صیغه دارد و جهد 14 صیغه دارد. نفی 14 صیغه دارد. امر 6 صیغه دارد. نهی
8 صیغه دارد معلوم، 14 صیغه دارد مجهول. اسم زمان و مکان 3 صیغه است، اسم آلت 3 صیغه است، اسم تفضیل 6 صیغه است که اینها را شما خودتان بگویید. اکنون سأل یسأل را همچنین به مثل این میتونید شما بگیرید که سأل یسأل سائل مسئول، لم یسأل لا یسأل، اسأل لا تسأل مسأل. اسم زمان و مکان میشود مسئل، یا اسم آلت میشود مسئل، و اسم تفضیل میشود اسألو. یا قرأ یقرأ همینطور، قرأ یقرأ قارئ مقروء، لم یقرأ لا یقرأ، اقرأ لا تقرأ. اسم زمان و مکان میشود مقرأ، یعنی جای خواندن یا وقتی خواندن، و مقراء یا مقرأ آلت خواندن، همچنین مقرأ اسم مفتاح، مفعل اسم چی بود؟ اسم آلت بود، به همین وزن می شود مقرأ یا مقرأتون، و اسم تفضیلش می شود اقرأ. همینطور اینها را شما اکنون در دفتراتون می نویسید و بسیار کار میکنید با وزنهاشون، با مذکر و مؤنث و یک کسه و دو کسه و سه کسه و هر طریقی که در بدان خونده بودیم اینها را همون طور کار کنید تا اینکه در ذهناتون این چیزها خوب بشیند و خوب بماند. پس این هست سیوم بابی از 22 بابی صرفی. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم و تا درس آینده یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها لذت و فایده به دست آورده استادید و درس آینده ما و شما ان شاء الله بابی 4 از 22 بابی صرفی می باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.